سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی داستان دیگه. همونطور که توی قسمت‌های قبلی ماجراهای سولو لولینگ با هم دیگه توی همین کانال یعنی ماوا دیدیم که هوانگ دونگ از انجمن شکارچیان لاشخور در امریکا وقتی پای جینووشون به سرزمین امریکا باز شد از فرصت استفاده کرد و سعی کرد این بدبخت بیچاره یعنی یوجین رو بدزده. انگایم هوانگ دونگ نقشای خودش رو کشیده بود و میخواست بفهمه واقعا سونگ جینوو قاتل برادرش بوده. اون برای فهمیدن این قضیه حاضر بود هر کاری انجام بده، حتی با اینکه رئیس انجمن لاشخور یعنی توماس آندره اون از این کار منع کرده بود. ولی به در حال حاضر هم توماس آندره و هم سونگ جینوو دنبال یک هدف بودند. حتی جینوو تمامی سایه خودشو همه جا پخش کرده بود و سعی میکرد کل شهر رو بگرده، هر سوراخ سنبه ای رو، تا اینجوری یوجین رو پیدا بکنه. سونگ جینوو اصلا نمیتونه تحمل کنه که یوجین بلایی سرش بیاد. پس در ادامه داستان جینوو یکی از ساختمان‌های خیلی بلند که توی شهر بود ایستاده بودش و از اون بالا سایه خودش رو کنترل میکرد. جینوو به دقت همه چیز رو بررسی میکرد. اون واقعا خیلی جدی بودش و میخواست یوجین رو هر طور که شده پیداش بکنه. ولی آخه چرا پیداش نمیشد؟ چرا هیچ جای شهر نبود؟ سایه جینوو تقریبا همه جا رفته بودند ولی بازم پیداشون نمیکرد. یعنی از شهر خارج شده بودند؟ یعنی جای دیگه ای رفته بودند؟ ولی یوجین یه شکارچی رتبه دی بودش، اصلا یه آدم معمولی نبود و آدم معمولی توان دزدیدنش رو نداشتند. حتی اگرم تعداد نادمای معمولی خیلی هم زیاد باشه. و اگه قرار باشه با ماشین اومده باشن دنبال یوجین و اون ماشین یهویی مسیر خودش رو از سازمان شکارچیان جدا کنه و به سمت دیگه بره، یوجین قطعا متوجه این موضوع میشد و متوجه میشد اوضاع غیر عادیه و قطعا فرار میکرد. ولی قضیه چی بود؟ یعنی کسانی که یوجین رو گیر انداخته بودن ازش قوی تر بودند. ولی تنها سرنخی که از مظنون باقی مونده بود این بود که از انجمن لاشخور بودش و از طرف انجمن لاشخور بوده که اومدن به دنبال یوجین. این چه معنی میداد؟ اما بالاخره جینوو به یه نتیجه‌ای میرسه. درسته، هوانگ دونگ، همونی که جینوو برادر کوچیک‌ترشو یعنی هوانگ سئوک رو توی یکی از سیاه‌چاله‌ها به قتل رسوند و کشتش. برعکس هم هوانگ سئوک بود که میخواست جینوو رو بکشه. ولی خب جینوو چقدر از این حرفا بود و جینوو زد کشتش. انگارم از وقتی که جینوو برادر هوانگ دونگ رو کشته بود اون منتظر یک فرصت بوده. منتظر این بوده که جینوو به امریکا بیاد و نقشه‌های خودش رو عملی بکنه تا متوجه بشه که پشت قضیه مرگ برادرش واقعا چی بوده. آخه درست اون زمان از اون سیاه‌چاله شوم جینوو و یوجین تنها بازمانده‌هایی بودند که از اون سیاه‌چاله بیرون اومدند و برادر هوانگ دونگ یعنی هوانگ سئوک هم اونجا کشته شد. و انگارم واقعا هوانگ دونگ به خاطر این قضیه بوده که یوجین رو دزدیده. واقعا انگار هشداری که واچول توی کره جنوبی به جینوو داده بود بالاخره داشت اتفاق میافتاد. اما این مسئله واقعا آزاردهنده بودش. اگه جینوو یک کمی حواسش رو جمع کرد و وقتی پدر یوجین رو نجات داد یکی از سایه‌هاشو به یوجین میداد تا حواسش به یوجین باشه، این اتفاق لعنتی نمیافتادش. سریع میتونست بره پیشش و نجاتش بده. پس جینوو شدیداً عصبانی بود و خودش هم میگه اگه فقط یه مو از بدن یوجین کم بشه، فقط یه مو، خدا میکشمش. امروز جناب توماس انگار واقعا خیلی تلاش میکرد تا هوانگ دونگ رو پیدا کنه و حتی منتظر بود تا براش خبری بیارند، اما خبری نبود و اصلا معلوم نبود هوانگ دونگ کجاست. توماس هم حسابی عصبانی بودش. یعنی هوانگ دونگ هیچ ترسی نداشت. حتما هم هوانگ دونگ به عنوان یک شکارچی حرفه‌ای رتبه اس بایستی خبر داشته باشه که سونگ جینوو ازش واقعا خیلی قوی تره. بایستی اینو میدونست. پس چرا بازم همچین کار احمقانه انجام داد؟ اون دیوونه بود یا چی؟ شاید این کار انجام داده بود چون توماس آندره رئیس بزرگ انجمن شکارچیان لاشخور پشتش بود. شاید هم پشتش به توماس گرم بودش. برای همین این کار انجام داده بود. توماس هم از این مسئله واقعا عصبانی بود. انگار زیادی به زیر دستاش آسون میگرفت. اینا همچین فکرای احمقانه به سرشون میزد. بلافاصله توماس تماس میگیره به این یارو لارا و ازش میپرسه چیزی شده یا نه. لارا هم جواب میداد قربان، ما با کمک انجمن شکارچیان تونستیم تمامی رفتارهای روزمره هوانگ دونگ رو بررسی بکنیم، اینکه کجا میره و کجا نمیره. و اونجوری متوجه شدیم که هوانگ دونگ طی فعالیت‌هایی که انجام میداده روزانه تنها 3 بار به یه مکان خاص میرفته، به یه مکان خارج از شهر که خیلی هم متروک است. توماس هم باز میگه نیروامونو
بفرست همین الان. تمامی نیروهای انجمن لشکر رو همشون آماده باش کن و بفرستشون به اونجا، فهمیدی؟ لارا اطاعت میکنه، ولی توماس اصلا متوجه نمیشد لارا چجوری سازمان شکارچیان قانع کرده بودش و اونم بهشون کمک کرده بودن. آخه این چه معنی میداد؟ ولی توماس آندره نمیدونه توی سازمان شکارچیان قوقای خیلی بزرگی به پا شده بود. برای اینم که انجمن شکارچیان لشکر با سونگ جینوو در نیفته و یک فاجعه و بحران برای امریکا رخ نده، اونم دوباره داشتن همه کار انجام میدادند. اعضای انجمن لشکر هم انگاری داشتن همه جا رو زیر و رو میکردند و سازمان شکارچیان از این خبر اصلا خوشحال نبودند. قطعا یه مشکل بزرگ بود، باعث یه جوری این قضیه رو ختم به خیر میکردند. ولی به حال اگه کل انجمن لشکر الان دست به عمل شده بودن، یعنی خود توماس آندره الان پیگیر این قضیه بودش، پس امکان نداشت که ختم به خیر بشه. مطمئنم میخواست از یکی محافظت بکنه. باز همینم دست به کار شده بودند. در بدترین حالت سونگ جینوو در برابر توماس آندره وای میستاد و بحرانی برای امریکا دوباره ممکن بود رخ بده. ولی در همین حینا بود که در یکی از مناطق متروکه در امریکا، انگار یک کارخونه خیلی قدیمی بود که واقعا متروکه شده بود، داخل یکی از سوله های کارخونه انگار هوانگ دونگ و دوتا از دوستان خودش این بدبخت بیچاره یعنی یوجینو گیر انداخته بودند. این یارو یعنی موقشنگه از هوانگ دونگ میپرسید برادر هوانگ دونگ، واقعا مطمئنی مشکلی پیش نمیاد؟ این باید یه جورایی دوست سونگ جینوو باشه، یعنی واقعا مشکلی پیش نمیاد؟ هوانگ دونگ هم میگه من از اولم قصد نداشتم که کاری باشه انجام بدم، اصلا نمیخوام بهش آسیب بزنم، بعد ازش چند تا سال دارم، همین، من واقعا نمیخوام بکشمش. در واقع هوانگ دونگ میدونست که طبق هشدارهای توماس آندره نبایستی دور بر سونگ جینوو سر و کلش پیدا میشد. ولی خب این که سونگ جینوو نبود، این یوجین معاونش بودش، ولی واقعا قصد نداشت که اونو بکشه و قصد نداشت که از اول با سونگ جینوو درگیر بشه و قدم میخواست یه چیز رو بدونه و از اون مطمئن بشه. واسه همین این بدبختو گیر انداخته بود. تنها کسی که به غیر از سونگ جینوو میتونست جواب سوالهاشو بده. یوجین هم فقط خون بالا می آورد و انگارم به خاطر اینکه جواب نمیداد بعد جوری کتک خورده بودش. اونم ضربای خیلی سنگین که حتی دنده‌هاش خورد شده بودند. اولش هم هوانگ دونگ فقط از یوجین پرسیده بود که داخل اون سیاهچاله که برادرش هم داخلش بوده چه اتفاقی افتاده و کی برادرش رو کشته. فقط هم خواست جواب همین سوالو بشنوه. بعدش هم قول میداد که یوجینو ول کنه و بره، ولی یوجین از جواب دادن امتناع میکرد. فقط هم هوانگ دونگ میخواست یه چیز رو بشنوه، اینکه سونگ جینوو برادرش رو کشته، فقط همین. ولی آخه چرا نمینالید؟ چرا جواب نمیداد؟ به محض اینم که این جواب رو میشنوید کارش با این بچه تموم میشد، اما جواب نمیداد. از این هوانگ دونگ عصبانی میکرد. بنابراین یوهی باز میره جلو، در حالی که مشتش رو آماده کرده بود باز هم بلند میگه آشغال عوضی، چرا جواب نمیدی؟ جواب سالم رو بده. بعدش هم چنان مشت میخوابونه داخل دنداش که بازم دنداش میشکنند و کلی خون بالا میاره. اون دوست عینکی هوانگ دونگ هم میگه رفیق، تحمل این بچه واقعا بالاست، فکر کنم شکارچی کلاس تنگ باشه، اگر یه آدم معمولی بود تا الان یه 10 باری مرده بود. هوانگ دونگ هم میگه والا خودم هم نمیدونم چرا اینقدر حرومزاده کله شقیه، خیلی هم دل و جرأت داره، این قابل تحسینه، ولی اینکه کله شق باشه باعث نمیشه که من ولش کنم. پس بازم کلهشو میگیره و محکم میکوبه به دیوار. اولا داد میزد گوش کن کثافت حرومزاده، نمیخوام بکشمت، فهمیدی؟ این مردی که عینکی پشت سرمو میبینی، این مردی که درمانگر واقعا حرفه‌ایه، به محض اینکه بری دم مرگ بلافاصله نجاتت میده. تا زمانی هم که چیزایی که میخوامو بهم نگی اینجا میمونی و همینجوری شکنجت میکنم انقدر که حالشو ببری، فهمیدی؟ تازه اینم بهت بگم ما الان توی یکی از کارخونه های خیلی متروک هستیم. 5 سالی است که این کارخونه تعطیله، پس هیچ کسی متوجه اینجا نمیشه. هر چقدر بخوای داد بزنی و جیغ بزنی فایده ای نداره، هیچ کسی نمیاد نجاتت. خب حالا چی میگیان؟ میخوای کمی حرف بزنی یا نه؟ زود باش. اما یوجین نگاری میخواست یه چیزی بگه و به زور میگه برو. هوانگ دونگ هم موده بود واقعا چی میخواد بگه. حسابی هم عصبانی بود و بلند میگه چی میخوای بنالی؟ یوجین هم در حالی که دهنش شر و بر خون بود با کلی زور یهویی داد میزد برو به درک عوضی.
هوانگ دونگ هم که واقعا عصبانی شده بود دوباره کلاشو میگیره و چنان محکم میکوبه به ستونا که ستون آهنی کلا فرو میره. یورو مقشنگی داد میزد برادر هوانگ دونگ مراقب باش، تو که نمیخوای بلای سرش بیاری با کششان، من نمیخوام به خاطر پول درگیر پرونده قتل بشم. هوانگ دونگ هم جواب میداد حواسم هست نگران نباش. بعدش هم هوانگ دونگ میگه خیلی خوب بیا شروع کنیم. مطمئنم هنوز به اندازه کافی متوجه نشدی و هنوز نمیدونی. یوجینم که یکی از چشماش واقعا له شده بود و بعدجوری باد کرده بود به زور سعی میکنه یه نگاهی بیندازه و متوجه اون چهره وحشتناک میشه. چهره حال به زنی که کوپ برادرش بودش، همون برادری که مرده بود. هوانگ دونگ دقیقا مثل هوانگ سئوک با حالی قاتل خیره شده بود و خیلی ترسناک میگفت تازه کارم باد شروع شده. وقتی بفهمی چقدر دردناکه خودت به حرف میای آشغال. ولی هوانگ دونگ متوجه چیزی میشه، اما این چی بود دیگه؟ تا هم برمیگرده انگار یه اورک دم در بودش. یه اورک اینجا چیکار میکرد؟ مگه سیاه شده چیزی این اطراف باز شده بود؟ پس هوانگ دونگ میگیره یه تنه بزنه پارش کنه. ولی اون اورک چرا اینجوری بودش؟ انگار بدنش شدیداً در حال لرزیدن بودش، انگار از چیزی شدیداً وحشت کرده بود. ولی چه چیزی؟ اما رفقای هوانگ دونگ فکر می‌کردن به خاطر هوانگ دونگ که اینجوری وحشت کرده و اینجوری داره به خودش میلرزه. اما تو هوانگ دونگ میره بغل با یک مشت قدرتمند در درجه اس بزن اون اورکو نابود کنه. ناگهان جینوو از جابجایی سایه‌ها استفاده میکنه و اورک با آرومی در حال انتقال پیدا کردن بود. ولی این اورک واقعا از چه چیزی اینقدر ترسیده بودش؟ انگار وحشتش به خاطر اربابش بود. خدای مرگ عصبانی بودش. اون به حدی عصبانی بود که فقط خادمانش درک میکردن چقدر خطرناک و وحشتناک میتونه باشه. ولی در همین حین بود که داخل کره درست توی ساختمانی که خانواده جینوو حضور داشتن انگار خواهر جینوو یک کمی حالش بهتر شده بود و الان بیرون اتاق با مادرش در حال تماشای تلویزیون و اخبار بودند. حتی مادر جینوو میگه یعنی حال برادر چطوره؟ جینوو الان کجاست؟ حالش خوبه یا نه؟ واقعا نگرانشم. میترسم اتفاقی براش بیفته. اصلا انگار جینوو برای مادر و خواهرش هم سایه‌هایی گذاشته بودش. یکی از برترین سربازان سایه‌اش یعنی برو که کاملا حواسش به خانواده جینوو بودش. ولی خب برو با خودش میگه سرورم قطعا قوی ترین موجود جهانه. اگه چیزی باشه که سرورم از پسش بر نیاد پس هیچ کسی از شر اون چیز در امان نخواهد بود. بعدش هم یویی اخبار در مورد سونگ جینوو که به کنفرانس بین‌المللی اومده بود پخش میشه. هنگام این اخبار سونگ جینوو رو نشون میدادش و میگفت که سونگ جینوو بالاخره به اونجا رسیده و این اخبار بلا و تلا دیگه. خلاص خانواده جینوو در حال تماشا کردنش بودن که یهویی برو وجودش دچار وحشت و لرزه میشه. این احساس و خشم دیوانه‌وار وحشتناک. بدون شک خدای مرگ فرمانروای سایه‌ها عصبانی بود و برو به خوبی این رو درک میکرد. انگارم از این خشم دیوانه‌وار که جینوو رو فرا گرفته بود تمامی سربازان سایه‌ای که برای هر کسی گذاشته بود دچار لرزه و ترس شده بودند. حتی سایه‌هایی که این برای این یارو رئیس پارک رئیس انجمن شوالیه‌ها گذاشته بودش. یویو معاون رئیس پارک متوجه میشه که سایه رئیس پارک داره مثل چی میلرزه. برای چه شده بود؟ بلافاصله میگفت رئیس نگاه کن سایه داره میلرزه. آخه چه شده؟ رئیس پارک هم باورش نمیشد و به راهش ادامه میداد و میگفت مامی نکنه پیک زیادی زدی، حالت خوبه؟ بیا بریم. اینورم توماس آندره با کلی از افرادش از انجمن بزرگ لاشخور مستقیم داشتن میرفتن به اون صحنه. ولی بلافاصله توماس آندره متوجه میشه که اوضاع خیلی خرابه و حالی وحشتناکی داشت احساس میکرد. پس بلافاصله توماس آندره بلند داد میزد همین الان صبر کن، همین الان ماشین رو نگه دار. بلافاصله در ماشین رو خورد میکنه و میره بیرون. افرادش هم مونده بودن چرا همچین داره میکنه. توماس هم بلند میگه من جلوتر میرم، شما هم با همین افراد سریعتر خودتون رو برسونید و بیاید دنبالم. متوجه شدین؟ هرچی هم درمانگر دارید با خودتون بیارید. افرادش هم قبول میکنند و توماس آندره با سرعت دیوانه‌وار بلند میپرید و بلافاصله میره دیگه. افرادش هم واقعا تعجب کرده بودند. آخر رئیسشون هر وقت اینجوری عصبانی میشد و اینقدر جدی میشد خسارت خیلی زیادی به شهر وارد میشدش و این بارم قبول براشون یه لیست پر زیاد از خسارات ها بیاد که باعث پرداخت میکردن بعدن. والا خب برسیم به اصل ماجرا. درست بعد از جابجایی سایه ها با اون اورک سونگ جینوو انتقال پیدا میکنه و چنان مشتی میخوابوند وسط دنده های هوانگ دونگ که دنده هاش خورد میشند و مشت جینوو میره داخل بدنش. رفقای
هوانگ دونگ هم کلی تعجب کرده بودند. این یارو دیگه کی بود؟ از کجا اومد یهویی؟ ولی یوجین لبخند میزد چون بالاخره رئیس پیداش کرده بود. هوانگ دونگ هم که از اون ضربه دیوانه‌وار و حجم دیوانه‌وار قدرت فشار خیلی بدی بهش اومده بود، کلی خون بالا میاره و از جا مثل گلوله شلیک میشه و از این ور کارخونه میره و با دیوار برخورد میکنه و از اون ور کارخونه پرد میشه بیرون. بالاخره هم اومده بود سرور سایه ها، قدرت خدای مرگ، شکارچی سونگ جینوو از کره. الافاستم بعدش در لحظه جینوو میره با سر یوجین و آخرین اکسیر مقدسی که براش باقی مونده بود رو میده یوجین بخوره. ولی اینگار اکسیر مقدس برای افرادی که جونشون زیر 10% بود اصلا کار نمیکرد و یوجین هم واقعا جونش خیلی کم بودش و تقریبا در حال مرگ بود. سیستم هم دائم این رو هشدار میداد که اکسیر اثرگذار نیستش. حاله مرگم وجود جینوو رو فرا گرفته بودش. بلافاصله با صدای خیلی ترسناک و وحشتناک بلند میشه و میگه کدومتون درمانگرید؟ انگار مخاطبشون دوتا بودند و انگار میخواست ببینه کدومشون درمانگره تو یوجین رو درمان کنند. این دوتا هم واقعا وحشت کرده بودند. این دیگه کی بودش دیگه؟ چقدر قوی بود. جینوو باز خیلی ترسان میگه درمانگر یوجین رو درمان کن. ولی این بدبختا اصلا کره‌ای بلد نبودند و متوجه چیزی نمیشدن بیچارا و نفهمیدن چی میگه. یهویی هم سرکلی هوانگ دونگ با اینکه کلی آسیب دیده بود دوباره پیداش میشه و انگار هنوز زنده بودش و یهویی بعد از اینکه سرکلش پیدا میشه میگه سونگ جینوو ازتون میخواد اون بچه رو درمان کنید. بعدش هم خیلی جدی میگه سونگ جینوو این اولین باره که داریم همدیگر رو میبینیم، بعد از مدت ها بالاخره دارم میبینمت. جینوو هم باز در حالی که وحشتناک عصبانی بود میگه هشدار آخرمو میدم درمانش کن. ولی مردی که عینکی که درمانگره بود میگه نمیتونم، تو رئیس من نیستی، بسی از رئیس دستور بگیرم آخه، من که از تو دستور نمیگیرم. ولی فقط تو یک لحظه جینوو صورتشو میگیره و چنان میکوبدش به ستون آهنی که کلش با برخورد به دیوار در جا ضرب مغزی میشه و تو یک لحظه کشته میشه. بعدش هم برمیگره سمت اون یارو موقشنگه و بهش میگه تو درمانگری؟ اون بدبخت موقشنگه که حسابی وحشت کرده بود و ترسیده بود بلند میگه هوانگ دونگ ما که قرار نبود با سونگ جینوو درگیر بشیم، نکنه بهمون دروغ گفتیان؟ الان باید چه غلطی بکنیم؟ جینوو هم باز میپرسید تو درمانگری یا نه؟ برای اون مرد کلمه نو صدا میزد. پس جینوو فقط تو یک لحظه با لمس حاکم چنان پخش دیوارش میکنه که همی استخوناش خورد میشند و میمیره. هوانگ دونگ هم داد میزد میدونستم تو همون فردی هستی که برادر منو کشتی، دقیقا خودت بودی. یوجین هم یهویی با صحبت شکسته میگه رئیس مراقب خودت باش، ممکنه خطرناک باشه. اما جینوو جواب میداد ساکت باش یوجین، حرف نزن، همه چیز رو بسپر به من. هوانگ دونگ هم آروم آروم جلو می اومد و باز هم میپرسید حالا جواب منو بده سونگ جینوو، تو کسی بودی که برادر منو کشتی؟ جواب منو بده، اعتراف کن. بعدش هم میاد روبروی سونگ جینوو وای میسته رو در رو. جینوو هم جواب میداد وقتی دوباره دیدیش میتونی ازش بپرسی. هوانگ دونگ هم بدجوری عصبی شده بود و یهویی میره برای یک حمله واقعا دیوانه‌وار و محکم، ولی به راحتی جینوو جا خاریج میده و بعدش هم چنان میخوابه توی شکمش که هوانگ دونگ دوباره کلی خون بالا میاره و دوباره مثل یک گلوله شلیک میشه، اونم به شدت خیلی دیوانه‌وار و با برخوردش به دیوارهای سوله کارخونه خورد میشند و به شدت خیلی محکمی به لوله‌های فولادی برخورد میکنه، لوله‌های فولادی کارخونه، و اینجوری بالاخره متوقف میشه. این شدیداً برای هوانگ دونگ دردناک بودش، چون که بعضی از استخوناش انگاری خورد شده بودند ولی هنوزم زنده بود. ولی یهویی با تعجب تو برمیگرده انگار سونگ جینوو مثل خود اسرائیل اون گوشه وایساده بود و بهش خیره شده بودش و در حال تماشا کردنش بود. اما تا میخواست حرکتی انجام بده و بره جلوی حمله بزنه، در لحظه سونگ جینوو میاد جلو و سرشو میگیره و خیلی محکم میخوبدش به اون لوله‌های فولادی. بعدش هم جینوو کلاشو بالا میاره و بعدش اونقدر میکوبه به اون لوله‌های فولادی که صدای بلند کوبیدن کله هوانگ دونگ به اون لوله‌ها توی همه کارخونه پخش شده بود و موج صداشو همه میشناختند. کم کم صدای کله هوانگ دونگ بدبخت به صدای کوفته شدن گوشت و خون تبدیل میشه. فقط هم خون بود که از کله هوانگ دونگ فقط میپاشید. با هر شدت ضربه‌ای که کله هوانگ دونگ به اون لوله‌ها برخورد میکرد کلی خون میپاشید و این واقعا وحشتناک بود و انگار
دلارم میخواست تا وقتی که آونگ دون بمیره این کار رو ادامه بده، تا اینکه بالاخره سر و کله توماس آندره پیداش میشه که با اومدنش بلند فریاد میزد کافیه، همین الان کافیه. بعدش هم ادامه میداد توفش آونگ دون احمق، بهت گفتم که همچین غلطی نکن. ببینم اصلا هنوز زنده ای؟ جیمبو هم در جواب میگه اون هنوز زنده است، البته هنوز. توماس هم میگه مثل اینکه در این حد رو داری میفهمی، حالا ولش کن. اگه همین الان ولش کنی فراموش میکنیم که امروز اصلا چه اتفاقی افتاده و اصلا چه درگیری پیش اومده باشه، بیا همه چیزو به آرامش تمومش کنیم. ولی جیمبو جواب میداد چی؟ اگه ولش نکنم مثلا چی میشه؟ توماس هم جواب میداد جوابش ساده است، اگه ولش نکنی به زور متوسل میشم. جیمبو هم یهویی آونگ دون رو پرتاب میکنه توی آسمون و بعدش میگه خیلی خوب، بیا جلو ببینم چی میخوای بگی. آونگ دون هم که انگار توی وسط آسمون حسابی اوضاعش خراب بود و کلاً فک و دهنش خورد شده بود و در حال مرگ بود بدبخت، با خودش میگفت اون رئیسه، توماس آندره، درسته رئیس. حالا که رئیس دخالت کرده سونگ جینبو قطعاً کشته میشه. درسته رئیس توماس، سونگ جینبو رو به خاطر من بکش. سونگ جینبو امروز توسط توماس آندره کشته میشه. جینبو هم میره جلوی جناب توماس و دقیقاً رو در روش وای میسته. توماس هم میپرسید بچه اصلا میدونی من کی هستم؟ میدونی کی هستم و اینجوری جلوی من وایسادی؟ جینبو هم جواب میداد مهم نیست تو کی هستی، به هیچ عنوان مهم نیست. توماس هم تعجب کرده بود. سونگ جینبو قطعا میدونست کیه و توماس آندره دارنده عنوان قوی ترین جنگجوی کل جهانه، ولی بازم با این جرأت و اینجوری جلوش ایستاده بود و انگار قرار بود شر خیلی بدی هم بشه. ولی در ادامه داستان قرار بود چجوری بجنگند و چه نبرد خارق‌العاده‌ای داشته باشیم و چه جنگی بکنند و دیگه آیا سونگ جینبو برنده میشد و آیا توماس آندره پیروز میشد و قرار بود چه مبارزه خفنی داشته باشیم و چقدر با هم دیگه حال کنیم و چقدر کیف بده این داستان و خلاصه چقدر قسمت بعدی خفن و خارق‌العاده باشه توی قسمت بعدی براتون میذارم. قسمت بعدی هم خیلی خفن، از دستش ندید. بازم چاکر همتونم تا اینجا بودید، همراه بودید، خیلی گلید به خدا. بازم میگم عضو کانال تلگرامی ما بشید، اونجا میگیم که پست فردا چی قراره باشه، یا سونگ جینبو میذارم یا چیزی که خودتون انتخاب کنید. و حالا امیدوارم لذت برده باشید از این داستان. خیلی چاکر همتونم، واقعا گلید، عزیز بنده هستید. تا ویدیو بعدی و قسمت های بعدی، خدا نگهدار عزیزان دلم.